من استقامت کننده نویه فرخور سیدجلال کریمزاده یا عمر همین کاری نقاشی باندم. همین نقاشی رو من از خوردی ذوق داشتم. من نقاشی را از مادرم آموختم. مادرم نقاش بود. برای همون من از صنف دومی سومی من رسم کشیدن میتونستم. وقتی که مکتب تمام کام مصرف ارمی رفتن تمام کرده اومدم کسبه من خواستم که رونق بتم به طرف سمرقند، اول به طرف لینوود، بعد به سمرقند و بخورو و خورزم همین جهودم من کار کردم. یک چند استادو دم شاگرد استادم کار کردم. از اون جمله در مدرسه بی بی خانم من در همونجا 4 ماه با همراهی رسامان روی جهان کار کردم. من همشون پادسابنیک همه یک چیز بود، رنگ همین الباستر و الباستر نبوده دیگه چیز بود. هم میشوریدم تیار میکردم او میبردن همون طوره در اون طور میچسبوندن. همه خیلی در چند جای همونجا من کار کردم. نقاشی را ایخت کردم. خصوصیت های خوبی نقاشی در همیه که یک کاری ذوقمند است. همین وقت یک نقش همی کشی رنگ برش میکنی دیگه همین خیلی بگیم همین ابدکنی نمیپره میگوی که همین بده همین رنگ دیگری شکمونم خیلی میشوه همین خیلی یک با شوق کار میکنی. خیلی که جنوبی اولی میگه هر یک کار در ذوق در کار. این مثال همین جنوبی اولی که مثال ذوقی وطن دوستی داره این تاجیکستان ها ببین که خیلی خشلو کرده است. همه جا خانه های بلند، آشانه های بلند، راه ها را هم خیلی خشلو، همه گل گلدار، این پارک ها را میبینی، این چی را میبینی خیلی همین نگاه میکنی حیرتی میشه. برای همون ذوقی که پرزیدنت میگه همون ذوق در دل من هست. همین کار ما با ذوق میکنم من. این همه در 75 رفتم همین کار ما با ذوق میکنم و حاضرم میکنم کار.